سعید حواست باشه داره نوبتمون میشه، یه جور بگیری واسه فردا نهارمون هم بمونه. ردیفه فقط به نظرت غذا قیمت یا ساچمه پلو؟ قیمت داداش من دیدم. خب پس برنامه عوض شد، یه جوری میگیریم که واسه نهار و شام فردامون هم بمونه. رضا برو جلو نوبتت شد. بفرمایید خدمت شما. قربون دستت هاجا بود. فقط ما خونمون یه دونه مریض اورژانسی و 2 تا هم آژانسی داریم. اگه میشه چند تا به من اضافه بدید. ایشالله که خیره. الان میگم بچه‌ها بیارن. خدا بعد نده داش سعید چی شده؟ والا چی بگم حاج داوود، یه تصادف بدی داشتم، الان 2-3 روز نتونستم چیزی بخورم. گفتم دیگه امشب بیام یه شام درست حسابی بزنم. اگه چند روزه چیزی نخوردیم بذار بگم بچه‌ها چند تا بیشتر بهت بدن. خدا خیرت بده. بفرمایید خدمت شما. اگه میشه به منم 2-3 تا اضافه بدین. شما دیگه چرا؟ والا حاج داوود از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، من حاملم.